اسماعیل هر روز فهرستی اموال فروخته شده توجپرام بانک را خبر میگیرد. زیاده از 100,000 سومانی او در این بانک بحرانی درمانده است. تنها پس از فروخته شدن مالکیت، اسماعیل و ده ها امانتگزار دیگری این بانک می توانند بالاخره پول خود را بازپس گیرند. فقط یک سخن دارم، این مال اموال که فروختیم باقیشون برگردون شدن، نفروختیم این اموال گرفتیم، همین از سخن. به باور اسماعیل با نرخ فعلی اموال بانک به فروش رفتن آن در گمان است. اینو بود در ماه نو اونجا خریداری افتاد که بدون نرخش قیمت بخیره. آن شام رو از این بانک چند وقت ما اشوای خودم گرفته بودیم. خریداری افتاد فکر میکنن نرخ بزرگی باشه افتاد پرابلم اونقدر نیست. در یک نامه دسته‌جمعی امانتگزاران بانک که 2 سال باز نمیتوانند پول خود را بازپس بگیرند، از کمیسیون ویژه خواستند نرخ اموال بانک را تا 50% پایین برد. امید داخلان ما همین کمیشه، اگر همین کمیشه در حقیقت رفت ببینیم که نرخ درست میموند، امید میشه ببینیم که همین کمیشه هم نه. انا مقصد که نرخ درست مونده نمیتواند، فکر میکنم دیگه امید به برگردوندن مبلغ نمیمونه دیگه. حکومت تاجیکستان اعتراف کرده است که مقامات دولتی و تشکیلات‌های قرضی اموال گرو را بر قسطانه نرخ گران میمانند که این برگردانیدن مبلغ قرض‌ها را مشکل کرده است. تشکیل کمیسیه نواید به نرخ‌گذاری مال و ملک توجپرام بانک و 3 بانک دیگر برخی از امانتگزاران را در تاجیکستان که بیش از 2 سال است آورند امیدوار کرده است. محبت مومین و یکی از مشتریان دیگری توجپرام بانک میگوید برای طبابت شوهر پیر و نبیره بیمارش حالا به مبلغ نیاز دارد. یکم کمیسیه نرخ‌های دیده برامدن پس نکردن، دویم کمیسیه هم همین خیل. من حاضر یک مثال میبیارم. همین سابق بنای بانک همونجا و نزدیک همون کوچه و پیش باغچه بودگی. همون وقتش به 46,000 دلار به خریدگی. 46,000 دلار نه بنای 18 میلیون موندگی. مثال من همین لباس شما 100 سوم باشد، شما و 1000 سوم به نمیخرید کو. برای همین اینها مابین من 3 سال سین بنای فروخته نمیتونن. محبت میگوید بانک برای خود مشتریان هم برای وضع پول نقد اموال خوب و ارزنده پیشنهاد نمیکند. از کدام کوه من به یک تا دچه 35,000 به پیشنهاد کردم. من موسفید 81 ساله دارم. من خودم هم آدم پیر باشم و ماشین نداشتگی باشیم که هر روز رویم رو امید باید اونجای وای کنیم. همین چیزای نمیشدگی پیشنهاد کردم. در توجپرام بانک با خبرنگار رادیوی آزادی گفتند تغییر نرخ‌ها از آنها وابسته نیست. توجپرام بانک به گفته مسئولینش از مشتریان بیش از 40 و به گفته خود امانتگزاران 51 میلیون سومانی قرضدار است. مشکل این بانک از سال 2015 آغاز شد و سال 2017 آن را تا به مفلسی رساند. 314 نفر مشتری این بانک 2 سال باز نمیتوانند پولهای خود را بازپس بگیرند.